والله دائما سر و سیما هستم. هر گاهی که با باش. ماشین میرانم در همه کار سر و سیما. در ماشین میشینم حرکت میکنم به یگان طرف میگم که یگان کارم بود کنم مکسیمال نه حل میکنم. در ماشین میشینم اون من تغییرات میشود در وجودی من. یگان خیلی علاجش هست میبینم آهسته کنم برای هوای پیاده میگردم بسیاری وقت تا یگان فقط حادثه یک نشد. ماشین بشینید میخواه میشد یا مطلقی نه بله ماشین بله ها؟ ماشین خودم قطعی. ماشینتون یا بار پر را از نظر گذارونید. شاید یکون سحر کردگی از کسی. یا بار دیگر ماشین هایکر بینید. اگر دیگر ماشین ده همین حسیات گم شود، مثلا بعضی آدم های صاحبای منصبی بلند بودن، نمیگم که من منصبی بلنده همه میشناسد، کابینت چند نشته کلداران میگشت فقط کنیدارم اگر من کابینت به درآد و از همه وظیفی بلند است. کابینت به درآد اگر دلش به حضور شدم قایم میکنه میپرتاب. کلیدارنده میشه آدمای کلیدارنده قبول میکرد. برای آنکه سحر درونی کابینت بکردگی، پرده ها کردگی و گلیم ها کردگی، سحر خوش رو کرده دوختگی و یک جای نظر نگیر و این آدم وقتی کابینت میداره دلش به حضور میشه. کابینت انشته نمیتونه. مقصد چی؟ مقصد این وظیفه ترک کرده برود دیگه کس بیاد به جاش. همین خیلی یعنی ماشین یه بار بینید اگر اول امتحان کنید که همین مشکلی فقط در داخل ماشین خودتون است، همین خیلی باشه این دلالت میکنه که در ماشینتون یگان چی از ماشین تازه کنید همون چیز یاوید. وقتی که یافتید اون چیز قلف است، ریسمان است، تلیسم است، نوشتجات است و بعد اگر ریسمان باشد کشودن در کار، قلف باشد کشودن در کار، اگر نوشتجات باشد و آب حل کردن در کار تا اینکه سحر باطل شود اگر سحر باشد. و هر حال اینا چند راه هاش کدی سنجیده میشد که این چی چیز است که شما در داخل ماشین شنید خودتون غیر طبیعی حس میکنید، از طبیعت آدمی بیرون میبرم دیگه خودتون حس میکنید. فهمیدید؟ تا اون درجه تغییرات میابد که همین گازی ماشینه دکانسا زیر میکنم جا خودم نمیدونم لیکن خیلی وای بالا میبرد یک بار تغییرات میشد نمیفهمم بس اونی یک دیادم میبید آیت قرائت کردی میکنم بعد به خودم میبینم اگر نفهمم. همین حالت در دیگر ماشین هم شود، همه کارها سر و سیما قریب که دیگر ماشین هایکر دیدید می؟ نه نه دیگر ماشین هم هایکر بینید. اگر دیگر ماشین این خیلی حادثه نشود این ماشین مشکلی هست. یعنی تا وای مشکلی برطرف نکنید ماشین های نکنید. خب برای جزاک آنکه الله. وقتی اگر یگان سحر کرده باشد ممکن برای صدمه دوچار شدن شما سحر کردگی که همین خیلی شود و سر و سیمه شود و به هلاکت رسد یگان همین خیلی نقشه ها کدی کردگی نوبانی به ماشین خوش رو از نظر گذارنید یگان چیز یگان جایگیر کرده باشد یا وید باید. خب تا هزار رحمت 3 بار اواری کردم با همیشه بینید ده مقصد از طبیعت آدمی بروید در این ماشین بشین دیگر نشینید و این ماشین به تا اون دمه که ماشین تازه نکنید، تازه کرده بعد فروشید که یا بیچاره خریدگی هم با به بلا گرفتار نشود. خب جزاک الله خیرا کثیر. سلامت باش.